خب ادامه رنگ زدن دیوار. البته شد یه روز با فاصله که عیبی نداره. عوضش یه رنگ بلوگیرمون اومد. چه سریع و راحت باز شد. حسابی تمیز کنیم. در رنگمونه که حروم نشه. بعد یاد فکر کنین خسیسم. من فقط از حیف و میل کردم بدم میاد. اکلوا واشربوا ولا تسرفوا. خب اینا میزیم داخل مقدار مناسبی تینر. داره آماده میشه. خواهیم ببینید شما هم. خب بریم شروع کنیم. Let's go. با پارچه بنزینی و نفتی اون پایپ میشه. ولی خب نفس عمیق بکشم. این تیکه خیلی حساسه. نباید بخوری. خب یه ذره افقی رنگ کنیم که یه دست شه. مثلا اون جاهایی که خب نیاز به رنگ داره پایین تره سمت خاکه. بعد اینجوری میشه صافش کرد. اشکال نداره. رد عمودی رو بعد میشه روش انداخت. یه کاری رو شما شاید بخوایم برای بقیه انجام بدیم. مثلا بخوایم بابتش یه مزدی دریافت کنید یه چیزی، خب باید قطعا این کار استاد باشید. این مسئولیت دارید برای بقیه انجام میدیم. یه مسئولیتی گردن گرفتیم و اینا. ولی خب من مسئولیت برای بقیه به گردن نگرفتم. من برای خودم انجام میدم. پس برای خودم ایمی نداره ریسک کنم اشتباه انجام بدم. هرچند برای خودمونم نیازی که آدم برای خودش هم بهترینش رو بذاره. ولی منظور من اینه که آدم وقتی میخواد یه کاری مسئولیتی رو بعد بقیه به گردن میگیره، اگه تخصصش رو نداره نباید انجام بده. اگه یه کمی اونجوری نشد که باید عیب نداره. در حال میشه همیشه با یه رنگ دیگه جبرانش کرد. یا اگه رنگ با خراب شد نقاشی خراب شد یه رنگ دیگه هزینه داره ولی خب میشه جبرانش کرد. ولی خب مرسی بابا که به من اعتماد میکنین. این دیوار رو این رنگا رو اینا رو به من میسپارید. ممنون. دوست دارم. پاهای حساس و مویی رو کمی دستا رو ورزش بدیم. خیلی حساس کار اینجا. هرچی میدم حرف نظرم مواظب باشم فقط. نظرم بمونی. خب نجات پیدا کردیم. یا برم پشت بوم دور قمری شمسی میزنم و از رو پشت بوم میرسونم. اینجوری باید رنگش بزنم. شاید اگه 4 پایی میذاشتم زیر پا میومدم به سمت بالا بهتر بود که تا اینکه بیام اینجا. ولی خب 4 پایی آوردن و بردن و پیدا کردنش زمان بره. حالا خدا کنه خراب نشه که از وجدان نگیرم. این بالا پشت اومدن آسان تر از اینی که برم 4 پا رو بیارم. مثلا این زمین هموار نیست یه جاهاش. بعد مثلا رفتی بالا 4 پایه هی میلم سلوله که پاکش کنیم. دلیل کمبود امکانات توی این ناحیه‌ای که الان اومدم با دستکش کارا رو هندل میکنیم. به هر حال اینا رو میکشم. ولی اگه از پایین اومدن دیدم زاویه‌اش اوکی نیست و مثلا یه جاهایی رنگ نخورده و اینا و از سمت پایین رنگش میزنم دیگه. برم 4 پایه میارم دیگه. جهنم و ضرر. وقتی یه کاری رو تماما خودم انجام میدم لذت بیشتری داره برام. صدای من تا پایین میاد. خدا که من خولم. خوبه. خودم رو
راحت کن. اگر از اول قلوک می آوردم هم میرسید، نیاز نبود از این آرنولد بازی در بیارم. چیزی ماما میگفت قبلا، میگفت عقل که نباشد جان در عذاب است. ولی خب روح قشنگتری داشت رفتم اون بالا رنگ زدم. نه بالاخره گندی که میخواستم دلش رو بگیرم و نزنم و زدم. را به خاطر که این گند رو زدم و خب قراره به هر حال پاکش کنم، بذار بقیه‌اش هم با همین مدل. سلام علیکم پرنده خانوم، فکر کردی منم رفیقاتم؟ من تمام تلاشمو میکنم خونترت باشم، نگریه نکنم. گم امروز یه چیم هست. چقدر نفت میبره این پاکش خدا. شدم بنزین. این اصلا ریزه کاری هست. از اونجایی که با این قلتک یک دو بار نزدیک بود که هم اعصابم هم دیوار به فنا بره، دیگه جرئت نمی‌کنم که با قلتک جای خطرناکشو بذارم. اگر این اخلاقو بذارم کنار که بعضی وقتا هم اب نداره، کمی همه چیز بی نقص نباشه، خیلی خوبه. مثلا شاید تمرینه، تمرین خودسازی هرچی بشه بهش بگی. قلموه معلوم نیست مال کیه، مثلا میشه باش کار کرد. خوددستی دارم انجام میدم، درس خراب شده خوددستی. به چیزای مثبت فکر کنیم. مثلا اون بروسه اینجا انقدر سفته که دیگه رنگ از این ور اونورش نمیپاشه و خرابکاری کمتر میشه. من نقاشی کشیدن رو خیلی دوست نداشتم. مثلا نقاشی میکشیدم ولی چیزای جدید دوست داشتم بکشم. مثلا اگه بهم میگفتن فلان چیز بکش، دوست نداشتم، دوست خودم بکشم. من که توی دفتر سفید خیلی وقتا دوست ندارم نقاشی بکشم، مبادا که کاغذ الکی حروم بشه یا اینکه نقاشی به اندازه کافی خوب نباشه، چهره خراب بشه، بنابراین اصلا نمیکشم. تصمیم گرفتم یه دیوار رو اینجوری رنگ بزنم و بعد با قلمو رنگای دیگه روش نقاشی بکشم. که خودش یه تصمیم خیلی بزرگه، نمیدونم برای خودم یه تصمیم خیلی بزرگه توی زندگیمه که انگار یه ریسکی که آره انگار دوست دارم که امتحانش کنم. خودم چطورم؟ بریم یه دوری که بکشیم روش. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، من یار دیگر ببندم دلم رو. نبندم دلم رو. آره این دیواره قراره چی بشه؟ ویوی که من از خواب بلند میشم تا بیام وایسم یا بیام اینجور کج کنم خودمو که مثلا آسمون و ابرا و اینا رو ببینم، بیام اینا رو ببینم. این اول خب اول گفتم میگم تحمل میکنم، اونم نگاه نمیکنم بهش، اوکیه رد میشه میگذره اینا، ولی نشد. بعد به بابا گفتم یا چند وقت پیش به برنامه سفر داشتم جور نشد، گفتم بابا دلم میخواد این دیواره رو چیز کنم. گفت باشه اشکال نداره. بعد تصمیم دارم که اول سفید که شد بعد روش نقاشی کنم. حالا از اونجا که من خب هیچ خیلی نقاشی زیاد نمی‌کردم، هنوز خودم دارم فکر می‌کنم که حالا مثلا با قلمو نقاشی کنم یا با دست نقاشی کنم و اینا. با دستم شده باشه، با انگشتش هستم هم شده باشه، دوست دارم که یه نقاشی اینجا بکشم. ولی خب حس خوبی داره اینجوری عوض شدن و اینجوری تغییر این شکلی و اینا. رنگ این ور اون ور زدم لوله و اینا، یکم حالگیری شد و یکم اون
روی سگیم و اینا اومد بالا و اینا، ولی اب نداره. از مجموعه کار راضیم. سلام خوشگل خانم، مدرسه خوب بود؟ مدرسه خوب نبود؟ خوب بود؟ ببین چه کار میکنی؟ مثلا اینجا رو میخوام دوباره اینا رو روش برم محکم شه. خب ببین اینا رو چجوری میکنی؟ اینو میاریم اینجوری میری قلتکی میره بالا، تو اینو میگیری بالا پایین. چسبناکه. آره دیگه رنگی. آره برو بالا بیا اینجا یه ذره بزن. این وسطه. اینجا؟ برو بالا بیا پایین. می‌خواستم یه ذره بزنی که دوست داشتی. قبلا دوباره رنگی بوده؟ آره قبل دوباره این دست. حالا که می‌خوای طراحی کنی. طراحی هم از خوش نمیشه دیوار، فردا شد. من یه چیزی دیدم، مثلا چند تا بلوک هم میتونی پله پله بذاری اون کناره، بلوک هم رنگ کشی. خب در بلوک ها رو اسمش چی سبز کنی، در اخضر رو انگار رو بلوک ها باشه. خب میدونی ایرانا میخوام دیگه چیزی به دیوار آویز نباشه. این همین لوله ها بستن. این لوله ها هم چون لوله ها وجود دارن و نمیشه از شهرشون خلاص شد، پس میگفتن ازشون استفاده کنم. میخوام دیوار شلوغ نشه، وگرنه ایده قشنگه. دیوار الان سفید شده دیگه، فعلا یه بخش مهم کار تموم شده. باید یه روز صبر کنم که این رنگ خوش بشه، فردا روش نقاشی رو شروع کنیم. بس فعلا